برای رسم الگوی آستین کاغذی رو برمی‌دارم، از وسط تا می‌کنم. از قسمت دولای بسته باید عرض کادرم رو به سمت جلو اندازه بزنم. عرض کادر من برابر هست با تمام دور بازو به علاوه 5 تا 6 سانت. عددی که به دست میاد رو تقسیم بر 2 می‌کنم. این میشه عرض کادرم. پس از این نقطه، یعنی از سمت دولای بسته، عرض کادر رو به صورت گونیه شده به سمت جلو اندازه میزنم. از این خطی که به دست اومد به اندازه قد آستین به سمت پایین اندازه میزنم و کادر مستطیل شکلم رو تکمیل میکنم. حالا قد آستینم رو، یعنی طول مستطیل رو، تقسیم بر 4 میکنم و 1/4 رو از سمت بالا اندازه میزنم و این خط رو هم به صورت گونیه شده رسم میکنم. این نقطه رو وصل میکنم به این نقطه و این خط مورب به دست میاد. این خط مورب رو ابتدا نصف میکنم. حالا از قسمت بالا تا این نقطه رو نصف میکنم و از قسمت پایین تا این نقطه رو یک بار دیگه نصف میکنم. از نقطه شماره 1 به اندازه 1 تا 1.5 سانت بالا میرم. از نقطه شماره 2 حرکتم 0 هست و از نقطه شماره 3 به اندازه نیم تا 1 سانت به سمت پایین اندازه میزنم و این خطوط رو به این صورت به صورت هلال به هم وصل میکنم. در 1 سانت انتهایی و پایانی حرکت هلالم باید به صورت صاف و گونیه شده حرکت کنم. در قسمت دم آستین به اندازه 1/2 دور مشت به سمت جلو اندازه میزنم و این نقطه رو وصل میکنم به زیر حلقه آستین و به این صورت آستینم رو تکمیل میکنم. دور تا دور الگو رو در حالی که کاغذ دولا هست قیچی میکنم. وقتی کاغذ رو باز کنم الگوی آستین من تکمیل شده. این خط تای آستین من حکم خط راستای آستین رو داره که خط مهمی هست و موقع برش آستین به این خط نیاز دارم.